لطیفه روز تقدیم از تلویزیونی سفینه. اینک تصور میکنیم آبانباری نارک. همگان برای ماهیگیری میروند که دو رفیق یک موتورسیکلی ایشبه نشستند، هر دوشون ماهیگیری رفتگی. خیلی ماهیگیری کم کم نوشیدیم. وقتی بیگاهی وقتی آمد میشود رفیقش با اون رفیقش که موتورسیکل میرند گفته است گوش کن آشنا اگه بناگو را به کارمندای بازرسی دولتی اتومبیلی اگر پرسند که چی به چشمت سرخ تو گویی که پشچه در آمد. فهمیدی؟ اینشم فهمیدم گپ نیست. با این تکرارن گوش کن اگر کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی من کند چشمت چی به سرخ گوید پشچه در آمد. همین فهمیدی؟ فهمیدم. 25 مرتبه گفته است. راه با مسعودیان با کیتفاش بزده گوش کن اگر من فهمیدم گپ نزن. کارمند بیدیه من است اومده است مایور میلیسا صابیروف ای اکو چشمتون سرخ پشه چه در آمد میگفته نه عرق نوشیدی میگفته